متاسفانه که امروز پدرانی که دختر داشته باشن او فقط فکر میکنن که من تاجر است، این تجارت است برای من. کدام قانون به توی تجارت گفته ایران؟ این بدبختی ها به وجود آمدن عزیزان من. اما یک حقیقت رو به شما بیان بکنم. روز یک پدر به من زنگ زد، گفت مالی سال داخل بازار هستم. گفت داخل بازار هستم، از مهریه دختر خود پول آوردم تا برای او جزیه بخرم. پول دختر من به جیب من هست تا برای او مصرف بکنم. آیا از همین پولی که دختر من به نزد من دارد اجازه هست گرسنه شدم برم به هتل 50 افغانی رو نان بگیرم و بخورم؟ گفتم اگر همو را هم دختر رو به تو اجازه میدهد خوب، اگر بدون اجازه او این کار را میکنه استفاده نکنه. گفتم سبحان الله، این واقعا پدر دیندار هست، این واقعا پدر مؤمن هست. گرسنه شده به خاطر 50 افغانی از مهریه دخترش زنگ میزنن که به من اجازه هست 50 افغانی را از مهریه دخترم استفاده بکنم. گفتم الحمدلله، هنوز پدرانی را داریم که به موضوعات جزئی هم فکر میکند. مبادا ای که حق او را حیف و میل بکنم، حق او را ضایع بکنم. اگر هر کدام از ما این مسئولیت را می داشتیم و این مسئولیت شناس می بودیم، چقدر خوب بود برای ما. امروز متاسفانه که دختران مسلمان از مهریه های خود خبر ندارند که پدر یا برادر با او چه کار میکنند، مهریه او را کجا مصرف میکنند. عزیزان من، چرا یک حرام رو بخوریم؟ چرا یک امر ناجایز رو بیاییم انجام بدهیم؟ و این مسئولیت های خود را بشناسیم.